بازه زمانی که نیاز به بالانس داره رو به هم نزدیکتر بکنید، ولی رو همون یک که باشه کفایت میکنه. تنظیمات بعدی در واقع نور دستگاه است که من میتونم نور دستگاه هم از این کم و زیاد بکنم و نور دستگاه از این کم و زیاد میشه با توجه به محیطی که داریم کار میکنیم، حالا شب باشه یا روز باشه. در واقع میایم با تنظیمات نور دستگاه نور LED رو میتونیم کم و زیاد کنیم. در پایان که تنظیمات رو من انجام دادم، میام دکمه‌ای که روش چرخ دنده است و منوی اصلی دستگاه است رو فشار میدم و تنظیمات دستگاه در واقع ذخیره میشه. دوستان این هم گزینه بالانس و یا زیرو که اینجا وجود داره. هر موقع که من فشار میدم خیلی سریع سیستم خودش رو بالانس میکنه، اصلا بدون اینکه بخواد طول بکشه یا سیستم هنگ میکنه، خیلی راحت در واقع دستگاه بالانس میشه. اینم که خدمتتون گفتم دکمه خاموشش و این هم سنسیتیوی دستگاه است. دستگاه تیمان یه منوی خیلی ساده ای داره و کار کردن با این دستگاه خیلی راحت و آسونه و علاوه بر اینکه حالا بحث منوی ساده بسیار دستگاه خوبیه، هم از لحاظ الکترونیک هم از لحاظ کیفیتی که این دستگاه. دوستان این گرافی که این بالا هست و مشاهده میکنید، این گراف اصلا کارش چیه؟ یکی از چیزهایی که در واقع این سیستم میتونه به من کمک بکنه، یکی از قابلیت‌های خوبی که این سیستم داره به همین بحث وجود این گراف است. بچه‌ای که به صورت خیلی حرفه‌ای با این دستگاه کار میکنن، این گراف خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. چرا؟ چون که با توجه به پر شدن این گراف و با توجه به صدای دستگاه ما میتونیم متوجه بشیم که فلزی که این سیستم برای ما گرفته فلز سطحی هست یا عمقی هست. ببینید دوستان، اگه گراف ما تا نصف پر بشه و با توجه به صدای دستگاهی که ما داریم میتونیم متوجه بشیم که آقا این فلز ما از دستگاه دور هست یا نزدیک هست، یا حالا تا حدودی بحث اندازه اون فلز رو میتونیم متوجه بشیم. پس این گراف خیلی میتونه کمک بکنه. گراف به اضافه صدای دستگاه میتونه تو بحث کاوش خیلی به اپراتور کمک بکنه. تست با یه سکه در واقع با این سیستم بگیره. این سکه رو تقریبا داره تو 20 سانتی متر این دستگاه رو میزنه. حتی خب اینجا محیط دفتر هست و هر آلودگی خاص خودش رو داره با این محیطی که به اصطلاح بیرون هست و آلودگی کمتری داره، خیلی متفاوت تر هست. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. من سعی کردم تو این ویدیو تمام بحث منو و آپشن های دستگاه تیمان رو خدمتتون توضیح بدم. اگه باز سوالی داشتید میتونید با بنده تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم و راهنمایی کامل خدمتتون انجام میدم. و از بابت اعتماد به دستگاه تیمان هم دستگاه قابل اعتمادیه، چون هم کیفیت خوبی داره و هم از لحاظ الکترونیک بسیار استاندارد و بالای این سیستم داره. خیلی ممنونم که به ویدیو توجه فرمودید. به هر حال ما و تیم شرکت ما در خدمتتون هستیم. هر دستگاهی که خواستید ما به ضمانت اصلی و اورجینال میتونیم سراسر کشور خدمتتون تحویل بدیم. ممنون و سپاسگزارم.